سلام ببر وقت گولی مگولی میکس ریاکت خصوصا دخترای چنل پسرها که دیگه پسرها رو میسونیم اومدیم با ترک دیسه کی بود؟ دیسه سجاد شاهی. نه آجی وایست یه لحظه آقا یه چیزی رو بگم برو بریم. آقا نه وایستا ما نه داستانی داریم نه هیچی، ولی خب این موزیک رو نشنیدیم، زنگوله رو بزنید سابسکرایب کنیم، میخوایم ببینیم چیه. شنیدیم که یه تیکه‌ای بهش میندازه، حالا شنیدیم آقا یه تیکه‌ای تو این موزیک هست، بچه‌ها برامون فرستادن، نه من شنیدمش جدی نه رضا شنیده این سری. ببینیم که جنجال ببینیم که چیه، چون رضا خودش رد داده بود، میگفت که مهدی اصلا نمیخوام دیگه ادامه آلبوم سجاده بریم. من خیلی باش بحث کردم، جر و بحث همین آقایی که اینجا مظلوم نشسته گذاشت رفت، گفتن دیگه اصلا نمیخوام ادامهش رو برم. فکر کنم یه 4-5 ترک دیگه از آلبوم سجاد مونده بود که گفت نمیخوام دیگه. من گفتم نمیخوای بک اشکال نداره، امین تیجه رو برات میذارم، بریم دیسشو میذارم، بریم برو بریم. آقا بسم الله. دوزی گوش کلافته دوزی. نه ولی هاشی من یه چیزی بگم به خدا، ما اصلا از خودمون رو بیایم رو پلتفرما گوش بدیم. گفتیم اینا رو گفتیم. نه گفتم باشه بدونم سر این چیز، چون برقا قطعه، بعد ما اصلا نتامون برقا میره نتام میره، اینا رو دانلود کرده بودیم گفتیم اینا رو گفتیم چه داستانی نباشه. اینا من خودم کوچیکتم بابا چیزه این کلم راگبی تو دل هود شبی راگبی 420 ترکیدم با پاندیس واه ترکیدم آپاندیس بابا بنازم اسپرایت لی. من شنیدم امین تیجه ملین و مینو اینا معروفه. چی خودش میگم چشماش خیز پرس میزد بسش سوال میپرسی بده جواب بده. با من میرم بابا نست وایستا ببین نه چند بذار برم چرا عجله نمیشه. خب بگو اسپرایت لی. آره توی یکی از موزیکاش میگفت بعد موزیکای من موجودی بگیر آمار کد اینا تشه، یه همچین چیزی میگفت. آقا لین شربت سلفه اسپرایت معادل مورفین تریاک. چی میگه این؟ نزنید. چی میگه این؟ نزنید. تیزی معتاد اسمارتی دو استراتژیک داشتم سیاست مثل گاندی گفت دو استراتژی همچین چیزی گفت. دو بازا سابسکرایب. آقا باری چله آقا اونایی که مثل من پوزیشن آفلاین پلی میدن همین الان یه کامنت بذارن زدم یه کانتینر توش بنجامین فرانکلین کیه؟ یه کامنت بذارین بنجامین فرانکلین بنجامین فرانکلین کیه؟ چیز دیگه فرانکلین همون چیز رو چیز جیمی رو میگه؟ نه اونی که رو چیز دلار بود نبود. اوه راست میگی فکر بزن آقا کنم همونه. چند ثانیه بزن برو باشی آقا فوش نده آقا خونواده نشسته. آقا من میرم اصلا آقا من میرم. قرص میزم مثل اسمارتیز داره میگه مینداختم بالا شیرمه سیاست مثل گاندی کش زدم یه کانتینر توش بنجامین فرانکلین 23 زدم چاینیز دیدم تی دستم چاینیز 23 زدم چی بزن عقب بزن عقب من 23 آره بزن عقب ببین چی میگه. تهران زیر پام قیر فنم بالای شهر تا پایین ریخ 24 تا LP دادم 4 تریپ برای TJ نداشتید نه عقب بستش عقب تهران زیر پام قیر فنم بالای شهر تا پایین ریخ 24 تا سیاست مثل گاندی کش زدم یه کانتینر توش بنجامین فرانکلین 23 زدم چاینیز دیدم تی دستم چاینیز 23 زدم چاینیز خب چی نمیگه دیدم تی دستمه چاینیز
تی دستم هندساین تی واسه همین تیجه دیگه دیدم تی دستم هندساین تی چاینیز یعنی تی دستمه تی به انگلیسی میشه چای دیگه تی دستمه چاینیز چطور بود؟ هندساینشینه؟ هندساین تیه دیگه عمو تیجی تیجه اشما تهران زیر پام گیر فنم بالای شهر تا پایین ریر 24 تا LP دادم چارت ری برای تیجی نداشتید چون زندگیم داشت بالا پایین مثل بارفیکس زد مان نیش از آستین جانکی شدم تاکسیک توی تراب لب شدم دارک سیک ولی آنتیستامین نیاز نیست آنتیستامین نیاز نیست فکر کنم همین شربتای آقای معتاد کی اینجا همین شربت سرفا فکر کنم جز دستی آنتیستامین هم باشه همین دیسپکتورام منم پشت خاک ریز ولی ترسم از دشمنام بچه آنتیستامین چیه؟ هر چی تو کامنت ها بنویسه آنتیستامین چیه آنتیستامین چیه؟ بنویسید ببینم بلدی نیست رفیقم کم از آبس نیست زیرابی میرن آب زیست میگن اندازه جف هاردی چرا هرسی چرا گاردی میگن اندازه جف هاردی رو میشناسه یه کشتیگیره بود چون من کشتیگیرم بچه گوشم شکسته این گوشم هم شکسته این شکسته چاینیز بیف رگ بارتی بگید مال کیه هنساینتی صاحب سبکیم سابلیک چون مال خودمونه تایپ بی خیابون بگیره کار بیف بیجتریم از زامبی تو میخوای صاحب تاچی خندیدی کس آبجی الان تو میخوای صاحب تاچ تو میخوای صاحب تاچی خندیدی آبجی تاچ سجاشایی یه آلبوم داره اسم آلبومش تاجه یه دونه ترک داره اسم ترک تاجه تو این آلبوم جدیدش عکسی که گذاشته اینجوری تاجه داریش تو میخوای صاحب تاچی خندیدی خندیدی نه بگو تو میخوای صاحب فوش آبجی نه تو نه بگو دیگه داداش چی بگم تو میخوای صاحب تاچی آقا به سجاشایی فوش داد رضا ریتم سجاشایی نه آقا فوش داد تامنیل داشته باشه تامنیل رضا یه فوش ناموس داد خواهرش هم مرده سجاد داشت شیرت داشت خب این کسکشو هرچی دوست داری باشه از این همه خواستی بکشی آقا فلشه رو بزن من حالا یه داستانی بگم حالا اینشه بحث تیجه شد گفت خندیدی کسه آبجی من خب بچه که بودیم با رضا یادته بهت گفتم چه آقا نه بزن اینو بگم گفتم چه رضا داداش اینجوری یکم رو مخمه تو گیم مثلا با هم گیم میزنیم گفتم فشاری میکنی بذار من یه فوش بهت بدم داداش خب میخوام بگم کست خارت خب این خواهر نداره دیگه خب آبجی نداره خب اوکیه دیگه گفتم آجی نمیکشه من خودم و گفت داداش من چی بگم خب من آبجی دارم دیگه منم داداش تو بگم مثلا کیر تو داداشه کست برادرت بعد داداش اون موقع بچه بودیم بعد این رد میداد گفت آجی نامردیه داداش نامردیه الان یادم افتاد بزن دیدی کس آبجی الان جنده میاد کامبیز میخواد عکس بام کنه پابلیک میذارم توش مثل پارکینگ میخوای لینشین میذارم توش مثل پارکینگ استارلینک مثل توی بس حساب بزن آقا یه 5 ثانیه فلش نه اون کی بود فلش بابا فلش پابلیک میذارم توش مثل پارکینگ میخوای لینشین استارلینک میخوای لینکشین استارلینک یا میخوای لینکشین ببین دو تاش فکر کنم باحال بودش یه میخوای لینکشین استارلینک یعنی من ستاره هم بعد به ستاره لینکشین به استار اوکی باز اون یکی دیگهش میشه استارلینک میخوای لینکشین استارلینک به اون چیزا پول خوابیدی اشکال چیه دورم مانیتاکش لالشی 25 سال بود تایمین که با خودم کنم آشتی با ما بچیم با هم باز چیم انگار وبسایتی من نبوده هیچیم شانسی پکیرم هم تو احساس نیست میزنم به بچاسی نمیخوام اکستاسی اگه نمیرم اکس 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 تنتاسی دو جا بالا هم مقته اینجا چیزای بالی داشت میفرستم میخوام اکستاسی اگه نمیرم اکس 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 تنتاسی دو جا بالا هم مقته سسنده که مرد رپره دیگه
شدم دریم و شمارده توی شهر پشمارده اگه بدم ازم نشی تو در خاکی هرکی بده هرکی زده خودش یه جا خورده بزرگ شدم دیدم کنه صداش بالا بارگه دیدم من بگم ولی کردم توبه سوشته سرم پایین جلو خدا ولی پره برده هر چی بگه من چی گفتم 50,000 تومان بشنید 50,000 تومان بشنید میتی هزینه تو میخوای صاحب تاچ چی؟ آقا دیدیم فش داد دیگه تامنیل رو داری که آقا تامنیلمون در اومد آقا باری چند بچه های عزیزم خفم بود خداییش من تی جی فنم دیگه بابا سیکتی تی جی سجاد چای پولدار گوش نی نمیدی تی جی پولسازه گلبان بیشتر اسنوپ داگه نه سجاد نیستم تی جی تمام چی گفت؟ چی کس؟ آقا داداشم تی جی دوست دارم داداشم سجاد دوست دارم بزام حالا آیه مالی نه بزام حالا چیزی تو ته دلش نی اما سجاد شیرت تو دهنش ولی خب بچه لایک سابسکرایب یادتون نره دوستتون دارم خیلی نمره زیاد. بده 7.5 هفتونی بزن دست باشم آقا هفتونی بیا تی جی دوستت داریم تی تی جی جی دوستت داریم